ایگو یعنی چی؟ ایگو یعنی من بودن، یعنی شخصیت. در نوروساینس بهش میگن DMN Default Mode Network. در زبان سانسکریت بهش میگن اهامکارا. در عرفان اسلامی بهش میگن نفس. هر کسی هم یه اسمی واسش گذاشته اما مفهوم یکیه. شما وقتی به گذشته فکر میکنی، وقتی به آینده فکر میکنی، وقتی قضاوت میکنی، اون ایگوه، DMN، شبکه خودکار ذهنیه. وقتی یه نفر یهویی اسم تو ازت بپرسه تو همونجا بهش میگی. فکر نمی‌کنیم که بذار فکر کنم اسمم چی بود. خودکار قضاوت میکنی، خودکار به گذشته فکر میکنی، به آینده فکر میکنی. تمام تمرینات ذهن آگاهی، مدیتیشن کردن، یوگا کردن و تمام روش‌هایی که می‌بینید جاهای مختلف گفتن فقط میخواد یه کار کنه. عملکرد DMN رو بیاره پایین. در لحظه حال، یعنی این لحظه، منی وجود نداره. مثلا حضرت مولانا اینو میگه: فکرت از ماضی یا مستقبل بود، چون از این دو رست مشکل حل بود. فکر حاصل گذشته و آینده است و شما اگه بتونید توی این لحظه زندگی کنی، ایگو یا منی وجود نداره. و اگه تو هم میخوای خودتو بهتر بشناسی، یه سر به پیجمون بزن.